اینا زده خطر بعد یه نوار زرد کشیدن میگن نرید تو این چیزا. در ورودی تونل. کسی خونه هست؟ من تنهایی اومدم اینجا. آقا سلام علیکم. امروز اومدیم روستای گنزه، یکی از قدیمی ترین و باستانی ترین منطقه های اردبیل هستش. چرا اومدیم اینجا؟ حالا اینجا 2 تا تونل خیلی ترسناک و باستانی داره که حدوداً قدمتش برای 4000 سال پیشه بچه‌ها. یعنی از خیلی از تمدن‌های خارج از ایران هم باستانی تر این تونل. حالا نمیدونم دقیقاً صحت داره یا نه، به من که اینجوری گفتن. حالا میریم که ببینیم و روستا رو ببین. واجد میدونی اینجا یه جای گردشگریه و من تنهام، هیچ کس نیست. واجد خیلی بده، تنهام. مثلا این خونه های کاهگلی رو میبینید خیلی باحاله. روی تپه مانند درست کردن، شیب داره اینجا. مثلا بذار برم بالاتر بهتون نشون بدم. حالا تا وقتی میرسیم به چیزا. اوه شیت. بدبختی ماجرا میدونی چیه؟ من به هر کی میشناختم و نمیشناختم، رفیقام و دوستام، گفتم آقا بیاید بریم، حال میده بریم ولاگ بگیریم بچه‌ها ببینن عشق کنن. هیچی نیومد. گفت من میترسم و واجی حق میدم بترسن. میدونی؟ یه چی دارم میبینم نمیدونم چیه. من اینجا نمیرم. اونجا هم یه دریچه داره، اینجا نمیدونم این چه کوفتیه. از جاده دور شدم. بچه‌ها پوتین هم پوشیدم. پوتین لیون اسکونودی. واجی سویچ ماشین کجا گذاشتم؟ واسه واجی سویچ ماشین کجا گذاشتم؟ اینا تو جیبم بریم. آقا من از اینجا هیچ نظری ندارم درباره اینجا، ولی 2 تا تونله. پلاش خیلی باله. فکر کنم اولین تونلمونه. واجی توش چراغ داره. واستا عینکمو در بیارم. واجی با اینکه وای یه ذره دستم خورد به میکروفون. یه ذره دار که دوربین مد آقا، یعنی یکی ما رو میبینه، یعنی در اون حدم بد نیست. و اینجا چرا آشغال ماشغال و این چیزا هست میدونی؟ یه ذره ناراحت کننده است که توی میراث باستانی کشورمون یه چیزی نیاد از اونجا بیرون آشغال میریزن. یه چراغ روشن کن ببینم. وقت نشدم نورم نمیندازه اصلا درست حسابی. یا خدا وای دوربین داره شاتر میزنه بچه‌ها. وای من اینجا رو چیکار کنم؟ عیسی داره شاتر میزنه. حاجی ریده ماله. فاکینگ ترسناک. میدونی زیاد ترسناک نیست، این که من دارم تنها میرم میذاره ترسناکه. یه کاری میتونم کنم، بذار برم داخل ببینم شاترش قطع سلام. اوه صدا چه میپیچه. شاتر بهتر شد بچه‌ها. میشه همینجوری دووم بیارید؟ نمیخوام ویدیو رو قطع کنم. واه حاجی شاتر خیلی مزاحمه. بذار قطع کنیم بچه‌ها، چون گوپرو شاترش زیاد تنظیم نمیشه و اگه میدونستم اینجوری ریس مانند و قرار شاتر بزنه 100% با دوربین میومدم، ولی سقف کوتاهی داره. این یک. بچه‌ها من واقعا تنهام، هیچکی پیشم نیست. او سلام، کسی هست؟ نیست. اینا چیه؟ یه جورایی سقفش خیلی کوتاهه حاجی. وای احساس می‌کنم یکی قراره بپره. بابا شاتر نزن تو رو خدا. اوه زیبایی. اینجا
اوکی من خوبم، باور کن. اینجا یه دونه سولاخ داریم که فکر کنم بر وسیله چیزی میذاشتن تو این سولاخ ها، نمیدونم، فکر کنم. بچه باید زیر پامو قشنگ نگاه کنم، یعنی چی بد صدا میپیچه حاجی، خیلی خوفناکه. حالا پوان مثبت میدونی چیه؟ اینجا روشنه. این رفیق من گفت یه تونل دیگه کلا برق. آجی این یه تونل خیلی این قشنگ تا ته جا داره، شما نمیتونید ببینید یا شاید هم میتونید. با شاتر خدایا. بچه‌ها ببخشید به خاطر شاتر، سعی میکنم سریع اینجا رو تمام کنم بریم اون یکی. بریم اون ته. اوکی هیچی نبود، پشه بود، پشه. حاجی اینجا و اینجا نمیدونم چی هن. یه ذره باید اینجوری بگیریم که شاتر گرفتم چجوری بگیرم شاتر. احساس خوبی نسبت به اونجا نرم. بیاید من نرم. آره قبرن اینا، چرا سبز بسته اینجا؟ یه ذره حالا برم به خاطر حاجی صدا اومد ریدم. حالا یه ذره برم اینجا برای بچه ها. این سبزه چیه؟ قبره اینجا، قبره. حاجی من میرم صدا داره میاد، شما نمیدونم میشنوید یا نه ولی بعد جوری داره صدا میاد. اوه ریدم. بیرون اینجا کسی نیاد. ریدم. حاجی سگی داشت صدا می اومد، صدای قدم و این نفس و این چیزا. برای خودم هم نبود، در جستجوی آن یکی تونل. حاجی عرق کردم، گرمه حاجی. ولی این دیوار میواراش خیلی قشنگه، خیلی ردیفه. مثلا لوکیشن باحالیه برای عکاسی و این چیزا. و اینکه بچه شاید برای بعضی سوال باشه آقا چرا شب نیومدی؟ ولاگ ترسناک آقا مثلا عجایب و این چیزا رو شب میرن بچه اینجا. حاجی من روز ریدم به خودم چه جوری شب بیام. و بچه من از این ترسیدم. چرا؟ حاجی اون یکی تونل یعنی کجاست؟ کدوم گوریه؟ فکر کنم پیداش کردیم. اینه. بریم. ای خدا. حاجی تشنم شد، سگی میدونستم اینقدر پیاده روی داره و این چیزا. حاجی اینجا بازم تونل هستا، ولی اون تونل اصلی است، ولی من نمیدونم اینا به کجا میخوره. و بچه اینجا نیومده بودیم؟ نه اون ور بود. میدونی اینجا خیلی روستای عجیبیه و واقعا معلوم نیست چی به چیه. بعد یه چیز دیگه هم بهتون بگم بچه‌ها، انقدر اینجا عجیب و داستان داره که مثلا میراث فرهنگی ایران نتونسته بفهمه این تونلا، این به اصطلاح تونل زیرزمینی برای چیه. نوشته دستکنده تاریخی، ننوشته مثلا تونل فلان، تونل بسال تولل. مثلا اینم این یه تیکر هم میبینید تونل نیست، انگار یه ذره کندن ول کردن. من نمیبینم میفته تو تصویر یا نه. حالا بی خیال بریم سمت تونل اصلی. یعنی من از دار دنیا یه دونه رفیق نداشتم، تنها نیام اینجا. یه دونه متینه که متین تهرانه، نمیاد اردبیل. بچه من اردبیلیم، اردبیل میمونم، میشینم، محل زندگی اردبیله. بعد ابوالفضل، آقای ابوالفضل خوشچین، اگه این ویدیو رو میبینی با دقت گوش کن. با 2 متر قد، یعنی ببین قدت این قده، با 23 سال 22 سال سن بهت گفتم بیا بریم ولاگ ترسناک بگیری، گفتی من میترسم. اینقدر ریش داری مرد مومن.
خودم تنهایی اومدم، حالا صبح اومدم ولی بازم اومدم دیگه، میدونی؟ حداقل حاجی اگه اینجا چراغ نداشته باشه رو رفتن من یه ذره حساب باز نکنید، چون اصلا اینجا جای رفتن نداره. خطر چی؟ خطر اوه وای بچه این تابلوهای زرد خطر رو میبینید؟ تونل ریزش کرده، ببین قشنگ معلومه اینجا سخت بود. وای خدا تو ویدیو میفتی، یعنی این تونل کاملا ریزش پیدا کرده. بچه ها ریخته است و من تا این موقع نمیدونستم قراره اینجوری بشه و با امید این تونله اومده بودم یه ولاگ ترسناک بگیریم. اینا زده خطر بعد یه نوار زرد کشیدن میگن نرید تو این چیزا، در ورودی تونل. بذار برم ببینم میتونم بچه های میراث فرهنگی، آقا تعطیلات هم هست کسی نمیشه که اون ورودی این فکر کنم سقفشه، اون یکی تونلم بچه یه در پیدا کردم. واو اوزور در خفن که قشنگ معلومه برای قدیم نیست، برای اینجا چیه خاک ریخته. اصلا فکر کنم این خونه ها برای زمان زلزله اردبیله، اینجا روستا بوده زلزله اومده و این خونه ها متاسفانه ریخته. بازی میدونید یه نم افسرده شدم این تونل بسته است. هی خدایا نگران نباشید، یه ولاجای دیگه میگیرم. حالا این تونل بسته است دیگه کارش نمیشه کرد، ولی مثلا ولاگای ترسناک زیاد داریم، نمیخوام الان لو بدم چیا میخوام بگیرم، ولی خیلی خفن‌تر و ترسناکتر از این ولاگ قرار باشه. یه ذره از این بابت ناراحتم که دوربین اول اون تونل شاتر خورد، یعنی دوربین به شدت داشت شاتر میخورد. من دارم کجا میرم؟ برو سمت ماشین دیگه. ولی عجب جای با صفایی هاجی جدا از این اسکولاخ بازیه و اسمتو نمیبرم خدا از اون کسی که گفت برو اونجا ولاگ ترسناک بگیر نگذره. خانواده مورچه ها، بچه مورچه سلام. اوه ببخشید نه لگت نکردم ها، نترسید. اوه من الان کجام؟ صبر کنید بدونم من الان کجام. خب میریم داریم میریم. اصلا واقعا متاسفم که تونل دومی بسته بود و من خودم اصلا خبر نداشتم که تونل دوم بسته است. اگه کیفیت صدا توی این ویدیو بده واقعا عذرخواهی میکنم. و تونل دوم کاملا سقفش سقوط کرده بود و من اصلا واقعا خبر نداشتم. ولی همین ویدیو رو حالا داشته باشیم دیگه، استارت انومین بارمونه. ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید. اگه از این ویدیو خوشتون میاد، حالا اینجوری که نه ویدیو ترسناک، برام کامنت کنید که براتون بیشتر بگیرم. خداحافظ.